سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیوی جدید امروز بعد از 10-15 روزه که خیلی اتفاقای بدی برام افتاد و نتونستم فعالیت بکنم. امروز اومدم با معرفی یه دسته 6 انگشتی خفن داخل بازی فالوت 84. دو تا تریگر خیلی حرفه‌ای. بریم داخل بازی تستش کنیم ببینیم قضیه چیه. ویدیو رو لایک کنید، کامنت سابسکرایب هم یادتون نره. قراره که بتره کنیم دیگه. خلاصه خیلی خفنن این تریگرها و میتونید از آنتینوب سفارش بدید. حالا اسمش هم نمیدونم چی هست ولی خیلی اوکیه. بزنید بریم شروع کنیم. خلاصه حاجی که یه دسته بسیار خفن و خلاصه شرمنده اینجا صدا دارم براتون میگیرم ضروریه. اینجا سفیدی به ما گل کرد و با یه HP زدیمش. ببینید دسته رو میتونید حالت 6 انگشتی ژیروسکوپ پلی بدید. این خیلی مهمه، یعنی هم 6 تا انگشت دارید هم ژیرو دارید. کنترل توربا خیلی آسون تره و خلاص اینجا خایمالی و یه جوری عادت کنید باش پلی بدید دیگه. ببینن هم باید بتونید کجا ژیرو پلی بدید باش، کجا ساده، کجا فرار کنید و این داستانا. و اینم که بهتون میگم یه اشارت تمیز زیبا. اینم که بهتون بگم در مورد دسته قیمتش حدوداً 700 الی 800 هزار تومنه. دسته ارزونی حاجی، یعنی میتونه کارتون رو بندازه. حالا اگه خرید رو نمیدونید چطوری باش همه موومنت ها رو انجام بدین، 6 انگشتیه درست، ولی شما 4 تا از انگشتاتون روی تریگر هستش. یه نکات رو باید بهتون بگم که بتونید خیلی ایزی پلی بدید و لذتشو ببرید از 6 انگشتی. و اینم که بهتون بگم اینه که تریگرها یه دونه رگبار 6 حالت ضربه داره و این خیلی میتونه کمکتون بکنه. یه 360-50 درجه اینجا ما رو در آورد. ریجستر رو ببین دیگه، اصلا ریجستر ریده. حالا قراره که کانتکت رو عوض کنیم اگه بشه. احتمالا بریم وارزون 2، احتمالا بریم بریم فورتنایت، معلوم نیست فعلا. حالا قضیه رو اوکی کنیم 100% داخل چنل بهتون اعلام میکنیم که قرار راجی چی کار بکنیم. ژیروسکوپ دیگه ببین کجا باید ژیرو پلی بدی و خلاصه یا احتمالا بریم وارزون 2 کانتکت شروع بکنیم. یه شکار هوایی، آره دیگه اینجوریه. حالا خبرشو حتما توی چنل اعلام میکنم که بدونید. حالا نمیدونم وارزون 2 رو با دسته پلی بدیم یا با موس و کیبورد، هنوز موندم، ولی خب من نظرم با دسته است. حالا وارد حاشیه نشیم، خواهشن بریم سراغ تریگرها. خلاصه خیلی سطحتون بالا میبره، یعنی فنتون هم میتونید بس کنید پشتش. خلاصه گوشی میشه یه گوشی پرو گیمینگ. یه ریلود با مگی، یه توربو، یه بک جامپ و برو دیگه نبینم این دورو برا. اینجا ببین دیگه هر نوع مومنتی میشه باش داد. بیا خریدش لذت ببرید و اینجا خایمالی میشید و به فنا میرید. یعنی خیلی ایمو ببین جیب این نومیس، یعنی با این تریگرها میگه نومیس. من ببین جنبه تبلیغاتی نداره حاجی، این ویدیو جنبه تبلیغاتی نداره. خب خایمال بازی هم داخلش نیست. این ویدیو جنبه اینه که بتونم به شما کمک کنم، بتونید آقا بازیتون بهتر کنید. خلاص اگه لذت برد حتما ویدیو لایک کنید و دوستاتون بفرستید بیانو ببینن. هیچ چنلی فعلا در حال حاضر اینجوری کانتکت برای شما نمیذاره در حوزه فالوت موبایل. همشون پی سی ان و یک کست شعرهایی میذارن آدم پراشون میدونی، یعنی کمک به بالا بردن سطح موبایلی ها نمی کنن. اینجا شیلدم کم بود، این چیزو با موومنت کار رو در آوردم. طرف سخت هرایی بود، یه چیت ریزی هم داشت، نمیشد باش طرف شد. خلاصه
امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. تا یه ویدیو دیگه Another one bites the dust.